فایل PDF رو لطف می‌کنید باز کنید. خب به نام خدا، بنده کیاییفر هستم. خیلی خوشحال هستم که امروز با یک موضوع جذاب تحت عنوان حمله به شبکه‌های ایرگپ در خدمت شما هستم. عذرخواهی میکنم به خاطر یه مقدار ناهماهنگی‌ها، مکان ارائه جابجا شد و از اون طرف هم یه مقدار تأخیر زمانی افتاد. امیدوارم که دیسپلی ما همراهی بکنه این ارائه رو بتونیم انجام بدیم. بحث ما در مورد روش‌های نفوذ به شبکه‌های ایزوله هست. شبکه‌های ایرگپ یا ایزوله در خیلی جاها کاربرد دارن. لطفاً بریم اسلاید بعدی. شبکه ایزوله به شبکه‌ای گفته میشه که به طور کامل یا منطقی از همه شبکه‌ها جداست. در خیلی از سازمان‌ها ما شبکه‌های ایزوله رو داریم، از جمله در شرکت‌هایی که سیستم‌های کنترل صنعتی دارن مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و همچنین دستگاه‌های زیرساخت‌های حیاتی. اینا همه معمولاً یه بخشی رو شبکه‌های ایزوله دارن و هدفش هم این هستش که از نفوذ و دسترسی دیگران جلوگیری بشه. بریم اسلاید بعدی. پرسش‌های اصلی که در مورد شبکه‌های ایزوله هست اینه که آیا واقعاً به شبکه‌های ایزوله نمیشه نفوذ کرد؟ شما اگر 3 تا کامپیوتر رو به هم وصل کنید توی شبکه ایزوله با هیچ دنیای خارجی هیچ گونه ارتباطی نداشته باشن، آیا باز هم نمیشه بهشون نفوذ کرد؟ واقعا میتونیم خیالمون راحت باشه که از هیچ طریقی امکان نفوذ نداریم؟ امروز میخوایم ثابت کنیم که این فرضیه غلطه. حتی اگر یک کامپیوتری باشه، کارت شبکه هم نداشته باشه، وای فای نداشته باشه، سیم کارت نداشته باشه، هیچ بستر ارتباطی نداشته باشه، باز هم میشه بهش نفوذ کرد. بریم اسلاید بعدی. توی شبکه‌های ایزوله ما به چند روش میشه کار نفوذ رو انجام بدیم. شبکه ایزوله یه مفهوم تئوریه. در دنیای واقعی ما شبکه ایزوله نداریم. شما اگر کامپیوتری داشته باشی تو شبکه ایزوله، بالاخره ویندوزش روی یه فلش USB اومده وصل شده. یکی از روش‌های نفوذ به شبکه‌های ایزوله حمله از طریق زنجیره تأمین هست. کارکنان بدخواه و کارکنان فریب خورده روش‌هایی هستند که میشه نفوذ کرد. من خیلی به این مسائل نمیپردازم. اگر که یک گروه هکری حرفه‌ای بخواد به یک شبکه ایزوله‌ای نفوذ کنه، از این پارامترهای دوم و سوم استفاده میکنه. تو جنگ 12 روزه هم دیدیم که نفوذی‌های زیادی در زیرساخت‌های حیاتی ما پیدا شدند و تونستند مثلا شبکه پدافند هوایی ما رو هک کنن. بنابراین شبکه ایزوله از طریق این دوتا عامل هک شدن هست. بریم به اسلاید بعدی لطفاً. دوستان اگر برن اسلاید بعدی. خب شواهد حمله به شبکه‌های ایزوله رو تایید میکنه. در اخبار و رسانه ها اومده که مثلا موارد زیادی بوده که به شبکه‌های ایزوله نفوذ شده. از جمله این خبری که در رسانه ها منتشر شده، وزارت امنیت داخلی آمریکا تایید کرده که هکرهای روسی به شبکه‌های ایزوله نیروگاه‌ها نفوذ کردند. بریم اسلاید بعدی. استاکسنت هم بدافزاری بود که به شبکه‌های ایزوله تأسیسات هسته‌ای نتنز نفوذ کرده بود. برخی روش‌های خروج اطلاعات از شبکه‌های ایزوله، از رسانه‌های فیزیکی بگیرید مثل حافظه‌های USB، هاردهای اکسترنال، اینا روش‌هایی هست که ما میتونیم تبادل دیتا بکنیم. اما ما معمولاً همین یک روش رو تا حالا میدونستیم. روش‌های دیگه‌ای هم هست، از جمله استفاده از حملات آکوستیک. با استفاده از صدا میشه به شبکه حمله کرد. ما در اسلایدهای بعدی میدونیم. حملات الکترومغناطیسی، حملاتی که با نشت سیگنال‌های الکترومغناطیسی از سخت افزارهای یک کامپیوتر میشه اطلاعات اون کامپیوتر کشید بیرون. حملات مغناطیسی و حملات الکتریکی، اپتیکی، اینا رو در ادامه تعدادیش رو با هم مرور خواهیم کرد. بریم اسلاید بعدی. خب
یکی از حالا طبق اون انواع و اقسام روش‌های نفوذی که در اسلاید قبلی دیدیم، اینجا می‌خوایم این روش‌های نفوذ رو با هم بررسی کنیم. خیلی از گروه‌های APT میان از روش‌های نفوذ از طریق فلش، بدافزارهایی از طریق فلش‌های USB در سراسر دنیا منتشر میشه، مثل استاکسنتی که وارد نتنز شد، و روش‌های نفوذ رو از طریق فلش‌ها ما داریم که گروه‌های APT تا حالا بهش دست پیدا کردن و اومدن و این نفوذها رو انجام دادن. بریم اسلاید بعدی لطفاً. خب راهکار درمان اون روش اول نفوذ این هستش که فعالیت‌های ورودی خروجی USB ها مانیتور بشه با استفاده از تجهیزاتی که پورت‌های USB رو قفل سخت افزاری میکنه. یعنی یه دیوایس هایی هست بهش میگن پورت USB لاکر هستن، قفل میکنه، دیگه هیچ کس نمیتونه فلش نصب کنه به اون کامپیوتر. یکی از راه‌های مطمئنی هست که میشه خیالمون راحت بشه که از طریق فلش های USB شبکه ایزوله ما مورد حمله قرار نمیگیره و رایت پروتکت کنیم و به هر حال نرم افزارهایی که فلش ها رو میبندن. بریم اسلاید بعدی لطفاً. خب اما میرسیم به حملات آکوستیک یا آلترا آکوستیک. اینا چه حملاتی هستن؟ قبلش من یه توضیح بدم. صدایی که ما الان داریم میشنویم در یک بازه فرکانسی بین 20 هرتز تا 18 کیلوهرتز هست. قوه شنوایی انسان این فرکانس رو فقط میشنوه، اما فرکانس های دیگه ای هم وجود داره که ما نمیشنویم اما حیوانات مثلا میشنون. مثلا گربه 55 هرتز تا 79 کیلوهرتز رو گوشش میتونه بشنوه. بقیه حیوانات هم همینطور. سگ و عرض کنم که خفاش و موش و نهنگ ها یا دلفین ها بازه فرکانسی متفاوتی دارن، یعنی اون صداهایی رو میشنون که من انسان نمیشنوم. خب بریم اسلاید بعدی. اینجا هم نشون میده بازه فرکانسی 20 هرتز تا 18 کیلوهرتز بازه انسان هست. بعد از اون میریم توی رنج آلتراسونیک، یعنی صداهایی که ایجاد میشن در محیط هستن ولی من انسان و کلا طیف انسانی نمیشنون. از طریق تولید صدا در این فرکانس میشه یه کارایی انجام داد. در اسلایدهای بعدی میبینیم. اسلاید بعدی بریم. اخبار داریم که با استفاده از حملات آلتراسونیک خیلی از شبکه‌ها تونستن هک بشن و دیتا ازشون خارج بشه. هکرای جمله دارن میگن اگر یک هکری اراده کنه به یک سازمان نفوذ پیدا کنه، اگر پول داشته باشه و اگر وقت داشته باشه حتما این کار رو انجام میده. ممکنه زمان طول بکشه ولی انجام میشه. یه نکته دیگه هم بازم اشاره کنم. وقتی که ما با تهدید بزرگی مثلا هکرای دولتی با پشتوانه اسرائیل روبرو هستیم، نباید حملات رو دست کم بگیریم. نباید بگیم این امکان نداره اینجا. اتفاقا هر جایی که فکر کردیم امکان نداره این اتفاق بیفته دقیقا همون اتفاق افتاده. در جنگ 12 روزه همه میگفتن امکان نداره جنگ بشه ولی دیدیم جنگ شد. در مورد ترور فرماندهان دیدیم که هیچ کس احتمال، حتی خودشون احتمال نمیدادن که ممکنه همچین اتفاقی بیفته ولی افتاد. در مورد جنگ‌های سایبری این سناریویی که من مطرح میکنم، اگر شما زیرساخت حیاتی باشید و هکرها هم فرض کنیم که گروه‌های هکری متمول با پشتوانه دولتی هستن، از این روش‌ها استفاده خواهند کرد. بریم اسلاید بعدی لطفاً. اگر بریم اسلاید بعدی ممنون میشم. خب راهکارهای مقابله با کانال‌های آلتراسونیک. اگر ما بخوایم حملات آلتراسونیک رو، یعنی اون بازی فرکانسی رو که گوش ما نمیشنوه ولی میشه ازش حمله کرد، مهار کنیم، یکی اینکه ایجاد شکاف صوتی کنیم، سیاست‌های امنیتی وضع کنیم و غیر فعال سازی سخت افزاری، کارت صدا، اسپیکر یا میکروفون. از طریق کارت صدا، اسپیکر و میکروفون میشه دیتا منتقل کرد. در فیلم بعدی که نمایش خواهم گذاشت این رو نشون خواهم داد. بریم فیلم شماره 1 رو لطفاً ببینین. خب
خب اینجا 2 تا اسپیکر رو نشون میده که از طریق 2 تا اسپیکر با هم دیتا رد و بدل میشه. یه لحظه استاپ کنید، ببخشید فیلمو. اینجا 2 تا کامپیوتر هستن، از هیچ ارتباط نتورکی به هم ندارن، کارت شبکهشون قطعه. از طریق اسپیکر خود کیس کامپیوتر یک صدایی، فرکانسی توی بازه آلتراسونیک داره تولید میشه و کامپیوتر روبرو داره این فرکانس رو دریافت میکنه. یه عکس، دوباره پلی کنید لطفاً، یه عکس پاندا رو کامپیوتر سمت چپه، یه نرم افزاری داره اجرا میشه، عکس پاندا رو تبدیل به فرکانس صوتی میکنه، کامپیوتر روبرو از طریق اسپیکرش داره میگیره بدون هیچ گونه ارتباطی. دقیقاً از توی امواج صوتی که 2 تا کامپیوتر دارن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. پس با این روش میشه دیتا رو از حتی اسپیکرهای 2 تا کامپیوتر با یه نرم افزار از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه انتقال داد. برگردیم به اسلایدا لطفاً. سوال مطرح میشه آیا اسپیکر که فقط کارش تولید صداست، آیا میتونه صدا رو هم ضبط کنه؟ میتونه نقش میکروفون داشته باشه؟ کیا میگن آره؟ سوال من اینه آیا اسپیکر، مثلا اسپیکر گذاشتید که هدفون، آیا خود اون گوشی هدفونتون بجز این میکروفونی که داره خودش، فرض کنید هدفونتون اصلا میکروفون نداره، از طریق همین گوشی میشه صدا رو هم دریافت کرد؟ بله. برگردیم به اسلایدا لطفاً. خب اینجا چطور بدون میکروفون میشود صدا را گرفت؟ بدون میکروفون میشه صدا را هم ذخیره کرد. ببینید الان کارت‌های صوتی کامپیوترها جکشون 2 طرف است. دیدید گاهی اوقات اسپیکر رو اشتباهی میزنید به میکروفون ولی صدا داره از توش در میاد. چرا؟ برای اینکه درایورش به گونه‌ای تعریف شده خودش تشخیص میده که این اسپیکره. پس همان درایور داخل بلندگو یا هدفون که صدا پخش میکنه اگه موج صوتی بهش بخوره ولتاژ خیلی ضعیفی اون اسپیکر تولید میکنه و عملاً تبدیل به یک میکروفون میشه. پس هدفون بدون میکروفون هم ذاتاً میتونه پیام صوتی بگیره، سیگنال صوتی بگیره و جک ریتاسکینگ اصطلاحاً انجام میشه. یعنی جک کارت صوتی به جای اینکه تا حالا صدا پخش میکرده از این به بعد ریتاسک میشه و تبدیل میشه به میکروفون و بسیاری از این کارت های صوتی الان میتونن اینپوت اوتپوت رو در آن واحد جابجا بکنن. پس یک اسپیکر، یک کامپیوتری که میکروفون نداره ولی اسپیکر داره میتونه صدا رو هم ضبط کنه و به عنوان ورودی داشته باشیم. بریم بعدی، اسلاید بعدی. خب یه روش دیگه نفوذی وجود داره به اسم ایر هاپر. ما پس فهمیدیم از طریق صدا میشد اطلاعات رو منتقل کرد. روش بعدی روشی است که در آن بدافزار بدون نیاز به اینترنت میتونه اطلاعات رو از یک کامپیوتر ایزوله به یک تلفن همراه منتقل کنه، به شرطی که اون تلفن همراه گیرنده رادیویی FM داشته باشه. قبلا موبایل‌ها رادیو داشتن و FM بود، یا به هر حال یه گیرنده ای که FM باشه. چطور کار میکنه؟ بدافزار روی سیستم قربانی نصب میشه از طریق، این خیلی مهمه، از طریق سیگنال خروجی کارت گرافیک. کارت گرافیکتون که داره تصویر میده با یه فرمت خاصی اگه از روش دیتا ارسال بشه فرکانس‌های قابل دریافت توسط رنج فرکانسی FM تولید میکنه. بنابراین یه رادیو اگر کنارش باشه یه نویزی دریافت میکنه. خب این نویزه مال چیه؟ گاهی اوقات دیدید رادیو رو شما میذارید کنار موبایل یه خشخشی میاد توش، قشنگ معلومه میفته، یا رادیو رو میذارید کنار کامپیوتر میبینید یه نویزی توش میفته. بدافزار این نویز رو مدیریت میکنه و از طریق اون دیتا میفرسته. یعنی از طریق فرکانسی که رو کارت گرافیک کامپیوتر میفته سیگنال صوتی تولید میکنه که رو باند فرکانسی FM هست و گیرنده موبایلتون میتونه اون تصویر رو دریافت کنه. خب از طریق این امواج ما میتونیم اطلاعات کوچیکی رو بفرستیم، مثل رمز عبور، مثل حالا کلیدهای رمزنگاری و غیره.
فیلم دوم رو لطفاً پلی کنیم. خب فیلم دوم رو داریم پلی میکنیم. حالا اینا رو انشالله من تو کانالم هم میذارم. این دموی ایر هاپر هست. با استفاده از اینجا دقت کنید، یک کامپیوتری ما داریم که به هیچ جا وصل نیست. فیلم اگر پلی بشه، بله اینجا نگاه کنید، هیچ کارت شبکه این کامپیوتر نداره، به هیچ جایی وصل نیست. حالا یه براوزر هم باز میکنیم، اینجا نشون داده میشه که هیچ گونه نو نتورک کانکشن، یعنی هیچ ارتباط نتورکی روی این کامپیوتر وجود نداره. فقط یک کامپیوتر سینگل هست. خب یه موبایل هم کنارش هست. این کامپیوتر رو کاری نداشته باشیم، برمیگردیم سراغ موبایل. این موبایل هم سیم کارت نداره، وای فای نداره، هیچ گونه بستر ارتباطی نداره. صرفاً یک نرم افزار FM رسیور داره، یعنی رادیو FM روی این هست. هیچ کانکشن دیگه ای نداره. موبایل نه سیم کارت داره نه وای فای. خب فقط اون نرم افزاره رو ما روی موبایل اجرا میکنیم. شروع میکنه فرکانس هایی که از کارت گرافیک این یکی کامپیوتر داره دریافت میشه، امواج FMش رو دریافت میکنه. این ور چی تایپ میکنیم؟ این ور شروع میکنه تایپ کردن توی کامپیوتر. شروع میکنه یه سری کاراکترها رو در نقش یک کیلاگر این عمل میکنه. یعنی هر چی که اونجا داره تایپ میکنه اینجا هم داره رو موبایل تایپ میشه، صرفاً با دریافت فرکانس کارت گرافیک این کامپیوتر. هیچ ارتباطی هم با هم نداره. بعد اینجا یه بنده خدایی هم از بیرون میاد از اتاق بغلی. این هم یه موبایل داره دقیقاً شبیه همین. هر چیزی که اینجا تایپ شد تو این هم اومده و تایپ شده. ببخشید کیفیت تصویر پایینه و الا فیلم ها کیفیتشون خوب بود. این نشون میده که ما با فرکانس فاصله تا 10 متر راحت جواب میده. تا 10 متر ما میتونیم دیتا رو از طریق فرکانس کارت گرافیکی دریافت کنیم. بریم سراغ اسلایدا. همکار عزیز لطفاً بریم سراغ اسلایدا. فیلم تموم شد. خب بریم صفحه بعد. خب حالا راهکار این چیه؟ اسمارت فون ورودش به اتاقهای حساس ممنوع باشه. اتاق کنترل مثلا نیروگاه نباید گوشی‌های هوشمند بیاد، از این گوشی‌های قدیمی باید بیاریم. و حالا هر گوشی که داریم میریم دوربین نداشته باشه، بلوتوث نداشته باشه، وای فای نداشته باشه و رادیو FM هم نداشته باشه. اسلاید بعدی لطفاً. خب روش بعدی نشت داده از طریق تشعشعات الکترومغناطیسی. این هم خیلی جالبه. باس ارتباطی که بین CPU یک کامپیوتر و حافظه رم هست، هنگام کار کردن به طور طبیعی امواج الکترومغناطیسی تولید میکنه که ما نمیشنویم. یک بدافزار میتونه با ایجاد الگوهای خاص در خوندن و نوشتن اطلاعات حافظه اینا رو کنترل کنه، امواج رو کنترل کنه. یعنی یه بدافزار میتونه با ارسال پردازش خاصی روی CPU منجر به این بشه که این پالس‌ها ارسال بشه. این سیگنال ها میتونن طوری تعریف بشن که در باندهای فرکانسی موبایل مثل 2G، 3G یا 4G بتونن ارتباط بگیرن با موبایل و دیتا از اون ترانسفر کنن. یه ذره از باور ما خارجه که میشه همچین کارایی کرد، ولی اینا نمونه های مقاله شده است و اثبات شده است. میشه از این طریق ارتباط گرفت. حالا فیلماش هم هست دیگه، واقعا همه فیلم‌ها رو اینجا نمیشه الان، زمان اجازه نمیده، یه مقدار فیلم‌ها طولانیه. بریم اسلاید بعدی. استفاده از کابل USB برای ارسال سیگنال‌های رادیویی. یک کابل USB رو شما بگیرید، گذرگاه داده USB دیتا باس میتونه برای ارسال امواج رادیویی RF مورد استفاده قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی یه بدافزار میتونه خطوط انتقال داده یک کابل USB رو مثل یک تبدیلش کنه به یه آنتن. یه بدافزار میتونه با یک کابل USB وصل کنید، این کابلش تبدیل میشه به یه آنتن FM.
شروع میکنه دیتا فرستادن برای کامپیوتر رو امواج FM. مهاجم میتونه فقط با انجام عملیات ساده‌ای مثل خوندن یا نوشتن IO سیگنال رو تولید کنه و کنترل کنه. برای انجام این حمله هیچ سطح مجوز خاصی نیاز نیست، لازم نیست ادمین باشید. همین کابل USB رو وصل میکنی به سیستم، همین بدافزار دیتا رو میخونه، از طریق همین کابل USB تبدیل به فرکانس‌های FM میکنه، ارسال میکنه به محیط دیگه. اسلاید بعدی. خب انتقال از طریق خطوط برق دیگه خیلی داره عجیب غریب میشه. کامپیوتری که شما به برق وصلش میکنید، روشنش میکنید، از طریق کابل برق میشه دیتا فرستاد. چجوری؟ در این روش یک بدافزار روی سیستم قربانی نصب میشه با بالا پایین کردن مصرف سی پی او. میدونید سی پی او رو وقتی میبرید بالا پاور بیشتر مصرف میشه، میارید پایین کمتر مصرف میشه. بدافزار با این داره سیگنال 0 و 1 تولید میکنه. اونور رو تابلو برق کسی باشه مصرف این کامپیوتر رو درست اندازه بگیری بکنه، این 0 و 1 رو میکشه بیرون. این 0 و 1 میشن تبدیل به دیتای شما میشن. یعنی اینا رو میگن ساید چنل اتک. کسی نمیتونه خود کامپیوتر رو هک کنه، ولی یه بدافزاری، یه کامپیوتری که هیچ جایی به بیرون ارتباط نداره، یه بدافزار وقتی روی سیستم نصب شده به این شکل با مصرف سی پی یو میتونست روی برق سیستم پاور تاثیر بذاره و سیگنال دیتا رو بفرسته به اونور. حیف که فیلماشو الان نمیشه نشون داد. بریم بعدی. یک روش دیگه استفاده از تجهیزات 4G هست. یه تجهیزات اینطوری هست، یه سویچ، این یه سویچه که 2 تا پورت داره، یه سیم کارت هم میخوره. اینجا سیم کارت میخوره، اینم آنتنشه. من ارباب رجوع فرض کن وارد یه نیروگاه میشم، این تجهیز رو میذارم تو جیبم با خودم میبرم. وارد نیروگاه میشم، فرض کنید من یه نفوذگرم، آبدارچی‌ام، وارد نیروگاه میشم، وارد اتاق کنترل میشم، میبینم یه کابلی از اینجا، کابل شبکه رد شده. بدون اینکه بفهمم چیه، کابل شبکه رو قطع میکنم، میزنم به این پورت و از این پورتش دوباره وصلش میکنم همون جایی که بود. در نتیجه این تجهیز اینسرت میشه داخل شبکه سیستم کنترل. بعد چی میشه؟ از طریق سیم کارتی که اینجا هست، من میرم دیگه از نیروگاه بیرون، یه سیم کارت اینجا نصب کردم، از بیرون میتونم وصل بشم به شبکه داخلی و شبکه کل نیروگاه رو در اختیار قرار بگیرم. بریم سوال بخش بعدی. خب این عکس چیه؟ این عکس سیستم کنترل یک شرکت تصفیه آبه. اینو من از کجا گرفتم؟ از روی اینترنت گرفتم. یه بنده خدایی پیمانکار یکی از شرکت‌های آب رفته اونجا کار نصب و راه‌اندازی انجام بده، باید از راه دور پشتیبانی کنه، یواشکی رفته یه مودم 4G، یه مودم ایرانسل اونجا کنار شبکه کنترل گذاشته و وصلش کرده و فکر کرده فقط خودش میدونه. حالا با سرچ انجینایی مثل شودان من سرچ کردم، اتفاقی اینو پیدا کردم. صفحه HMI یه سیستم کنترل بر اثر سهلنگاری کی؟ یه پیمانکار روی اینترنت. میدونید خطرش چقدره؟ این باید شبکهش ایزوله باشه، ولی بر اثر سهلنگاری این پیمانکار کل این سیستم کنترل اومده رو اینترنت. در نتیجه شما میدونید که مثلا غلظت کلور رو اگر زیاد کنید تو شرکت تصفیه آب چه اتفاقی میفته؟ مرگ و میر. به مردم صبح از خواب بیدار میشن میخوان آب بخورن، کلور هم میدونید دیگه سمیه دیگه، اگر از یه حد بیشتر بره کشنده میشه. بریم اسلاید بعدی. یه روش دیگه نفوذ از طریق بیسیمه. ما فکر نکنیم وقتی میخوایم جایی رو هک کنیم حتما باید یه شبکه‌ای باشه و نفوذ پیدا بکنیم، بلکه میشه از طریق روش‌های دیگه مثل بیسیم هم نفوذ پیدا کرد. بیسیم هایی که در ایران استفاده میشه از الگوریتمی به اسم تترا استفاده میکنن، شاید 99%شون. 1 سال پیش الگوریتم تترا هک شد
یعنی شما هر جایی که بیسیم تترا وجود داشته باشه با یه ابزار ساده قابل شنوده، یعنی مکالمات بیسیمی رو میتونی شنود کنی و همچنین میتونی بیای روی خط. خطرش چیه؟ خب فرض کنید یه کارخونه ایران خودرو مثلا درب حراستش داره با بیسیم کار میکنه، یه کامیون پر از بار داره میاد رد میشه. حراست کارش چیه؟ آقا ببینم این بارت چیه فلان و اینا، کنترل کنه بعد خارج بشه. حالا فرض کنید همزمان با رسیدن این کامیون یه نفر تو بیسیم به حراست بگه آقا این کامیونه اوکیه هماهنگ شده بذار بره بیرون. حراست میبینه پیامو از کجا دریافت کرده؟ از توی بیسیم. فکر میکنه یه نفر همکار خودش داره بهش پیام میده، در نتیجه بار کامیون میره بیرون. و یه حالت دیگه اینه که تو اتاق کنترل دیدید بچهای کنترل ابزار دقیق با بیسیم دارن با هم دیگه صحبت میکنن دیگه، مثلا تقیب اون ولوه رو بازش کن یا مثلا ببین گیج درجهش چنده. راحت میشه اومد رو بیسیم اتاق کنترل و بهش فرمان داد، یعنی اپراتور فرمان بده به اون کسی که رو خطه مثلا آقا فلان ولو ببند یا باز کن که فوق العاده خطرهای ناجوری داره. خب اسلاید بعدی. اینجا هم نشون میده این بیسیمایی که گفتم الگوریتمشون تتراس و هک شده در کدوم کشورها استفاده میشه. نقطه جالب اینه که این بیسیمایی که تولید آمریکا هستن تو خود آمریکا استفاده نمیشن، بلکه در چین و روسیه و ایران و خاورمیانه مخصوصا خیلی زیاد داره استفاده میشن. اسلاید بعدی. خب یه فایروال صنعتی من خیلی خلاصه بگم، این قابلیت رو داره تو شبکه‌های صنعتی که این ترافیک‌ها رو مدیریت کنه. ما اگر بخوایم شبکه‌هامون امن بشه باید به صورت شفاف ترافیک‌ها رو مانیتور بکنیم، بتونیم پالیسی بنویسیم، به صورت شفاف ببینیم. اسلاید بعدی لطفاً. اینجا هم حالا کیفیت تصویر متاسفانه مناسب نیست. یکی از محصولاتیه که ما تولید کردیم روی شبکه‌های صنعتی، یه وضعیت ویژوال شفاف به صورت اتوماتیک از ترافیک کل شبکه به شما نشون میده چه آی پی آی در یک شبکه صنعتی دارن با چه آی پی آی دیگه ارتباط برقرار میکنن و عرض کنم که رو چه پروتکلی و چه نوع دیتایی رو دارن برطرف میکنن. فکر کنم اسلایدام تموم شد. خیلی ممنونم از توجهتون. دوستانی که عضو کانال بودن تشریف آوردن ازشون ممنونم. انشالله خلاصه این رو توی کانال به مرور پخش خواهیم کرد. مدت زمان ارائه محدود بود، بقیه فیلم ها رو نشد نشون بدیم، انشالله توی کانال خواهیم گذاشت. خیلی ممنون و موفق باشید. قربون شما.